بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که در امان پروردگار قرار دارین و پروردگار همه شما را حفظ کند. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، امروز برنامه 39 قدرت و حقیقت است و من عبیدالله سیدی طول 1 ساعت و 1.5 ساعت دیگه در خدمت شما قرار خواهم گرفت و در موضوع امروزه که ما عبارت از 2-3 موضوع را انتخاب کردیم و او را در یک اسم جا کردیم بتوانیم در خدمت شما قرار بگیریم و صحبت کنیم. موضوع اولی که دوستان ما صحبت میکنیم موضوع واکنش کشور ازبکستان به برخورد بد یک نجات پرست، یک ملتگرای روس به شهروندان ازبکستان است که ما در اینجا همچنان اون واکنش‌های بدی نسبت شهروندان تاجیکستان را در نظر خواهیم گرفت که چرا حکومت تاجیکستان خاموشی را اختیار میکند که این نوت از جانب کشور ازبکستان بار اول نیست، بلکه 2-3 مراتبه شد این نوت سپاریده می شود، واکنش کرده می شود. ما حتی در گذشته در پخش مستقیم یک برنامه را برای این بخشیده بودیم که کشور آذربایجان توانست از کسانی که 2 شهروندی دارند در قلمرو فدراسیون روسیه از حقوق آنها دفاع کنند و حکومت تاجیکستان با عباره اینی که دفاع نمی کند باز یک کلام دیگه را استفاده بود که چیکار میکنید این کسانی رو که مثلا شهروندی روسیه میشن، اونها روسیه حق دارد که هر کاری که میخونن نسبت شخصایی که 2 شهروندی دارن انجام بده چون شهروندی فدراسیون روسیه است. اما آذربایجان این کارو نکرد، برای شهروندی خودش دفاع کرد. ما در این موضوع صحبت میکنیم. موضوع دومی که ما صحبت میکنیم موضوع مریض بودن برادر ما، یکی از روزنامه‌نگاران مشهور کشور، فرزندان اصیل این سرزمین، برادر ما پیر محمدزاده عبدالستار است. پیر محمدزاده عبدالستار متاسفانه بیمار شدن و بیماری خیلی شدیدی گرفتارن و در بیمارستان زندان در حالت بیهوشی قرار دارند و از جانب سازمان‌های بین‌المللی واکنش نشان داده است و ما این واکنش ها را میخوانیم، وضعیتی برادرمان پیر محمدزاده را میبینیم و وابسته با اون یک تحلیل میکنیم که چی برادر ما را انتظار است و چگونه ما میتوانیم به این برادر کمک برسونیم. موضوع سومی که ما صحبت میکنیم برادران و خواهران گرامی، مسئله بد شدن حالت جامعه اسلامی از جمله سران کشورهای دیکتاتوری اسلامی. ما دوستان گرامی در اینجا وقتی که جهان اسلام نام میگیریم یا که سروران کشورهای اسلامی، به این معنا نیست که یعنی ما هر کشوری که در اونجا اسم اسلام باشد به کشور اسلامی میدونیم. موضوع ما جامعه اسلامی، هر کشوری که در اونجا مسلمان بیشتر زندگی میکنن نظر به دیگر ملت ها، او را همچون یک دولت اسلامی یا که به اصطلاح امروزه جامعه اسلامی نامیده میشود که در سر قدرت میتواند هر کسی را باشد، چه دین ستیز باشد چه دین دوستدار باشد، حالا هر کسی باشد اون جزء دولت های اسلامی از جمله به شمار میرد. ما عین حال دولت اسلامی که با تمام واقع یعنی کلام وجود داشته باشد چون این دولتی نداریم، بلکه جامعه های اسلامی داریم که با سران سیکولر، با کسانی که بی خدا هستند و با پیروی دین اسلام با اون طرز کلامی که باید وجود داشته باشد نیستند، بلکه دولت هایی داریم که یعنی غیر خدا هستند، خدا را نمیپرورند و حکومت را از سیاست جدا میکنند و به این طریق حکومت خود را اداره میکنند. ما در این موضوع در آخرین نقطه صحبت خواهیم کرد و بعدا فرصت شد و دیگه موضوع میگذاریم، ولی به هر صورت کوشش میکنیم که به این 3 موضوع اکتفا کنیم. دوستان عزیز و هموطنان گرامی قدر، میگذاریم به موضوع اول. دوستان گرامی، در موضوع اول ما در مورد واکنش وزارت کارهای خارجه ازبکستان به لحن یک نجات پرستی روز یا که یک حمله نجات پرستی روز به یک ازبک تباری که در روسیه زندگی میکرد خواهد بود که چرا چون این اتفاقی افتاد. ما دوستان گرامی و هموطنان عزیز همونطور که میدونیم ازبکستان در یک ویدیوی نشر شد که یک شهروند ازبکستان تاکسی کار میکند و با یک نجات پرستی روس روبرو میشود و اون نجات پرستی روس بسیار حمله شدید و سخنهای قبیح به این ازبک را توهین و تحقیر میکند و میگوید که شما غلام روسا هستین و اینجا شما اومدید برای غلامکاری و نمیگذارد که او حرف بزنند. هر حرفی میزند زبان او رو میبنده چون قد قامتی بلندی دارد و امکان دارد که دیگه زوری اون ازبک هم به اون نرسد جسمی. و این نوار واقعا هم در
سامانه‌های مجازی بسیار واکنش منفی داشت و تمامی مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی، ساکنان کشورهای آسیای مرکزی یک برخورد شدیدی داشتند و این رفتار نجات پرست روس رو محکوم کردند و بسیار مجبور کردند که چنین یک واکنش انجام داده شود. و ما دیدیم که در کوتاه‌ترین فرصت حکومت ازبکستان و مخصوصا وزارت کارهای خارجه ازبکستان یک نوتای سپارید و گفت که در کوتاه‌ترین فرصت باید کسی که چنین برخورد رو نسبت یک شهروند ما در قلمرو فدراسیون روسیه انجام داده است باید یعنی انجام داده شود و بعد طبق اساس‌ها و قانون‌های فدراسیون روسیه به جوابگری کشیده شود. و حکومت ازبکستان با سرور وزارت خارجه‌اش این نوتا را سپرد و از روسیه یک طلب خواست. ما در روسیه هیچ واکنشی رو نسبت این نوار رو ندیدیم و حتی روسیه واکنشی را انجام نداد و سپس بازم در روز گذشته بازم نماینده روسیه ازبکستان در روسیه بازم یک بار دیگه اشاره کرد، بازم یک نوتای دیگه سپرد و گفت ما منتظر هستیم که هر کسی که چنین کاری را انجام داده است باید به جواب بگوید. و همین اساس ما بیا این را از رادیوی آزاپیلوس نقطه اولش رو یعنی مقاله اول رو میخوانیم و برمیگردیم به مقاله دیگه. دوستان یک لحظه من تلفن رو پاسخ بدم. الو. خیلی ببخشید دوستان یک زنگ مهم بود باید پاسخ میدادیم. خب بیاید میگذاریم به خواندن همین مقاله ای که در سامانه آزاپیلوس نشر شده است و این مقاله را من به سمت شما برسونم. همونطور شما مقاله را در روی اکران خود میبینید. اینجا رادیو آزاپیلوس است و ما از رادیو آزاپیلوس کوشش میکنیم این مقاله را به سمت شما بخوانم. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در رابطه با تحقیر راننده ازبک تبار بر روسیه نوتای رسمی فرستاده است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان به ارسال یک نوت رسمی به وزارت کارهای خارجه روسیه از آنها خواسته است که شخصیت فردی که در حمایه در خیمکی ولایت مسکو یک راننده تاکسی ازبک را تحقیر کرده است شناسایی کرده علیه او چاره قانونی اندیشند. در این باره احرار بحران و سخنگوی وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد. می نویسد اوجنیس خبری فرغانه. با گفته او جانب ازبکستان اطلاع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را با دقت نظارت می‌کند و در صورت آشکار شدن چنین حادثه‌ها با نهادهای زیرتابع کشورهای دیگر همکاری آغاز می‌کند. از جمله در رابطه با حادثه‌ای که در ماه اوگوست واکنش‌های گسترده جامعه را به بار آورده بود. منفیت‌های ادامه دارد. تفتیشات ادامه دارد و در این رابطه به وزارت کارهای خارجه روسیه نوتای رسمی فرستاده شد، گفته است بحرانوف. و تاکید کرده است که حمایت حقوق شهروندان ازبکستان وابسته از آن که آنها در کجا هستند، نه وابسته از آن که آنها در کجا هستند، افضلیت دولت باقی میماند. نواری که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی رو به بار آورد روز 27 اوگوست در تلگرام کانال TRT نشر شد. در نوار دیده می شود که مرد روسی به یک راننده‌ای که ظاهراً زاده آسیای مرکزی سخنی قبیح گفته او را تحقیر می‌کند. از جمله راننده تاکسی را غلام روس‌ها می‌خواند. خود راننده تاکسی کوشش می‌کند که آرامی را نگاه داشته از مرد طلب می‌کند که تحقیر را خاتمه دهد، ولی چون این مرد خاموش نمی‌ماند راننده از نزد وی دور می‌شود. با گفته شاهدان مناقشه از آن سبب رخ داده است که تاکسی یک مدت کوتاه درآمدگاه حولی را بسته منتظر گذشتن ماشین پرتوگاه بوده است. خود همین شام در تلگرام کانال احرار بحرانوف یادداشت پیدا شد که شهروندان ازبکستان وابسته از کشور استقامتشان تحت حمایت دولت می باشد. در صورت پایمال شدن حقوق و آزادی های آنها با آنها توصیه می داده می شود که به کانسولگرایی نزدیکی مراجعت کنند. اشاره کرده است او. حالا این مقاله اولی است که نشر شده است. همونطور که شما می بینید
در وابسته به تحقیر همین نجات پرست روس کشور ازبکستان در کوتاه‌ترین فرصت به حکومت روسیه مراجعت کرد و از اونها طلب کرد که نسبت این شخص چاره بیاندیشند و به جوابگری بکشند و طبق اساسهای قانون فدراسیون روسیه هر اقدامی که هست نسبت کسانی که چنین تحقیر میکنن انجام داده شود. و این راننده ازبک تبار همونطوری که شما در اولی همین برنامه خواندید، در اولی همین مقاله نوشته شده است که این فقط یک تاکسی است که در راه ایستاده است فقط به خاطر اجازه دادن همون ماشینی که آشغال را میکشد اون ماشین بگذرد، ولی در همین روند این نفر از داخل خانه بیرون میبرد و این راننده ازبک تبار را چیکار میکند که راننده تاکسی هست تحقیر میکنند. همونطور که شما شنیدید از جمله او را غلام روسا و امثال اینا میگوید. و حالا این نفر کوشش میکند آرام بکند ولی آرام نمیشد، اینجا را ترک میکند. و این مقاله اول. در مقاله دوم همونطور که شما میبینید باز مقاله دوم نشر شد که مقاله دوم روز 16 سپتامبر یعنی دیروز نشر شد. نوتای نوبتی یعنی یک نوتای دیگری ازبکستان با روسیه در رابطه با لطاکوب شهروندش در پریمیر. خب بار دیگر کنسولگرهای گنرالی ازبکستان در ولادیواستوک در رابطه با لطاکوب و تحقیر چند شهروندان در این کشور به حکومت روسیه نوت رسمی فرستاده است. در این باره یوسف قابلجانوف کنسولگری گنرالی این کشور خبر داده است. شب 10 سپتامبر سال روان در منطقه پریمیرسک یک گروه نورسان در حالت مستی به اتوماشین آسیب رساندند و داخل آن گاز میپوشند و سپس بر راننده ماشین بارکش در میافتند. در ادامه در داخل مغازه شبانه روزی به یک راننده تاکسی و مسافرکش که گفته می شود شهروند ازبکستان است در افتاده آنها را از نگاه نجاتی تأخیر و لطاکوب میکنند. حالا شخصیت همه حمله‌گران معین کرده شده، یکی از آنها بازداشت و 2 نفر دیگر جستجو قرار دارند. یوسف قابلجان گفته که در کمیته تفتیشات روسیه در پی این حادثه با پیوندان و با اوباشی پرونده جنایتی آغاز کردند. منبع میگوید که آسیب دیدگان کمک حقوقی رسانیده آنها به مقامات پلیس ولادیواستوک مراجعت کردند. در کنسولگری گنرالی ذکر کرده که این قضیه زیر نظارت نمایندگی دیپلماتی و مقامات حفظ حقوق روسیه قرار دارد. در همین حال دیپلمات از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهش نموده است که احتیاطکار باشند و به دعوا خودسرانه محکوم کردن گناهکارها راه ندهند. خب برای بار اول است که ازبکستان در رابطه با برخورد تند شهروندان و مقامات روسیه نسبت به تبعشون به این کشور نوت اعتراضی میفرستند. از جمله اولین ماه سپتامبر وزارت کارهای خارجه ازبکستان با ارسال یک نوت رسمی به وزارت کارهای خارجه روسیه خواست شخصیتی افرادی که در خیمکی ولایت مسکو یک راننده تاکسی ازبک رو تحقیر کرده است شناسایی کرده علیه پرونده جنایی باز کنند. حالا این مقاله دومی بود که شما دیدید. ببینید ازبکستان در یک مدت خیلی کوتاه 2 مرتبه می شود یک نوت نوبتی، یعنی 2 برابر 2 مرتبه می شود نوت به کشور فدراسیون روسیه مخصوصا به وزارت خارجه‌اش میسپارد و از اونها طلب میکند که نسبت شخصانی که به شهروندای غیر قانونی رفتار میکنند پرونده جنایی باز کرده شود. و خودی کنسولگری همین کشور ازبکستان میگوید که نسبت چند نفر علاقه پرونده جنایتی باز کرده شده است، کسانی که به شهروندان ازبکستان چیکار کردن؟ تحقیر و توهین کردن و یا اینکه اومدن فیزیکی یا که جسمی چی استفاده کردن، زور استفاده کردن، از زور کار گرفتن. و خودی همین مطلب چی رو در بر میگیرد؟ او را در بر میگیرد که اگر یک کشور اگر خوردم باشد، یک دیپلمات قوی داشته باشد، میتواند چیکار کند؟ ایستادگی کند، از شهروند خود دفاع کند. در هر حالت اینکه نباشد، شهروند کسی است که او حمایه‌اش زیر دولت خودش قرار دارد، نه فرقیت از آن که در کجا دارد. یک تاجیکستانی میتواند نمیفهم در امریکا باشد، در اروپا باشد، در افریقا باشد، در روسیه باشد، در هر مناطق از قاره جهان نباشد، ولی حمایتش زیر دولت قرار خواهد داشت و دولت حکومت اون دولت مجبور است که از چیکار کند؟ از حقوق همین شهروند خود دفاع کند. ولی در حالت تاجیکستان ما میبینیم که ده ها شهروندان تاجیکستان بدون حمایه دولت خود قرار گرفتند. ما همین چندی پیش دیدیم که حتی مقامات روس خودشان نوبس از اونه که خب مردم تأخیر میکنند، ما دیدیم که شهروندان تاجیکستان برادر و دادر بودن، 2 نفر وقتی که دادر رو میقپن تحقیر میکنن، اکاش رو دادر میاد ملیسا رو میزنن میبرن
5 سال یا چند سال زندان میکنن. علاوه بر این ما دیدیم که چندین مثلا عمر 5 ساله ما را تجاوز کردن، کشتن. ما هزارها کارها را دیدیم ولی حکومت تاجیکستان خاموش است، ناتنم میسپارد. ما دیدیم که مثلا در دو تا از شهروندان تاجیکستان از حکومت خانه گرفتن، از حکومت روسیه، ولی از جانب مقامات همین کشور تحقیر شدن به خاطر همون بک‌گراندی که انگلیسی میگن یا که همون پشتی که دارن، یعنی از تاجیکستان هستن و شهروند تاجیکستان قبلا بودن و این شهروند روسیان، از جانب مقامات همین کشور تحقیر کرده شدن ولی هیچ نوت اسپاریدن نشد. براشون خانه دادن، خانه ها شد این باره گرفتن، نسبتشون پرونده جنایی باز کردن و امکان دارد که امروز فردا برن در جنگ اونا را چور کنن، پدرش را قربان کنند و فرزندانشون رو آینده غلامی همین کشوری فدراسیون روسیه. و این وضعیت یک وضعیتی است که به همه ما بسیار یک نقطه آشکار واضح را نشان می‌دهد که ما اگر بخواهیم که کشورمون آباد باشد و دولت حمایتگری مردم باشد، پس باید دقیقاً به این مردم چور کنیم، جرأت بدیم، جسارت بدیم که برخیزن و حاکمیت خودشون را بیان چیکار کنن، برقرار بکنن و حاکمیت مردمی میتواند حمایتگر حقوق همین مردم باشد. تا اون زمان هیچ کسی حمایتگر حقوق ما مهاجران و مردمی که در غربت زندگی میکنیم و حتی مردمی که در داخل زندگی میکنیم نخواهیم داشت. ما در داخل وطن تحقیر و توهین را از جانب پلیسا میبینیم. خب این خیلی زیاد است. ما امثال در برنامه گذشته ما گفتم که یکی از خانم ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان از جانب پروکراتور توهین کرده شد، تحقیر کرده شد، به ناموسش دست درازی کرده شد، از او خواسته شد که به او همخوابگی کنه. در عوض جوانان غیوری بدخشان از جمله گلبدین حکمتیارov برخواست و نسبت این پروکوروری که این کار کرده بود دستگیر کردن. ایرا از این خواستن که از مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشش بپرسد، ولی حکومت اومد این رو چکار کرد، گلبدین حکمتیار رو به قتل رساند و هر جوانی که در اونجا اشتراک داشت و این پروکورور آزار داد یعنی میخواست بخشش بپرسه، نسبتش پرونده باز کردن و عین حال معلوم که در کجا قرار داره. یعنی ما تحقیر نه تنها در خارج میشه، امروز هر روز در اداره پلیس تاجیکستان یک خانمی تاجیک که به این اداره میرود مراجعت میکنند نسبتش تحقیر کرده میشود. ما راننده های زیادی را میبینیم که یعنی همون شهادتنامه رانندگیشون رو میگیرن و نسبتشون تحقیر میکنن. میگه میدونی من که این پشتی من که است، مرا کلوبی میگن، مرا فلانی میگن، من فلان نفرم و میگیره تحقیر میکنه. این تحقیرها خیلی زیاد است و در داخل وطن ما احترامی به نسبت شهروندان وجود نداره. های بیا تقاضا کنید از همین حکومتدارانی که در داخل وطن هیچ کس احترام نمیکنن، ارزش شهروندی را نمیدانند، چگونه اینها میان حمایتگر من و تو در خارج کشور میشوند؟ چگونه شخصی که بدبینی نسبت همین مردم دارد و این مردم رو به چشم یک فایده، به چشم یک پول گرفتن، دزدیدن از جیب اینها نگاه میکند، میاد در خارج کشور چیکار میکنه؟ از حقوق تو دفاع میکند. اگر از حقوق تو دفاع کند اربابش خفه خواهد شد و اربابش براش پول نمیتید. این هم از ارباب پول میگیرد و هم از تو پول میستانه. شهروند تاجیکستان یا هم از تو پول میستانه و در چشم تو کسی را کیا میبیند؟ کسی را که از اون میتواند به طریق ظلم و ستم، به طریق دزدی و فساد تو را چیکار کند؟ پولت را، مالت را، جانت را بدزدد بگیرد. یعنی هدف امروزه حاکمیت در تاجیکستان همین است و این هیچ وقت به منفعت مردم، به منفعت شهروندان کار نخواهد کرد و هرگز دست به کار نخواهد شد، نه در داخل کشور نه در خارج کشور. ما تو امروز مدافع مردم تاجیکستان رو ندیدیم. در هر جای مردم تاجیکستان با تروریسم و اکستریمیسم اتهام کرده میشوند. در جایی ندیدیم که مقامات تاجیکستان برود و بگوید که نه، بیا اینجا، منم حق دارم، این شهروندانی من است، من مطمئنم در داخل گذرانیدن چنین یک بررسی و تحلیلی که شما انجام میدید باید من باشم و دلیل های اثبات کننده را حتی در روند دادگاهی من حق دارم اشتراک کنم تا ببینم که همین شهروندان من واقعا همین کارا کردن یا نکردن. ما در وضعیت کراکو سیتی را میدونیم که اکثریت کسانی که در اونجا متهم کرده میشن شهروندی تاجیکستان دارن و در روند دادگاهی اونها حکومت تاجیکستان نه اینکه اصلا قرار نداشت بلکه به خانواده هر یک اینها در تاجیکستان رفته است و ظلم و فشار خیلی زیاد آورده است که بر رادیوی آزادی و فلان اینترویو نتین، مصاحبه نتین و شما این کارو نکنید، خاموشی را اختیار کنید. و این فرزندان بی حمایه
در روسیه نسبتشان پرونده بر اساس تروریسم باز کرده شده است و اونها را امروز فردا میبرن به حکم ابدی زندان محکوم میکنن. شما میفهمید وضعیت در کجاست؟ شما هر یک قدمتون میتواند نسبت امروز فردا و پس فردا چنین یک کار انجام داده شود، ولی اگر شما امروز حمایتگر دیگران نباشید فردا همین گونهش خود شما قربانی میشید و حمایتگر پیدا نمیکنید. فردا مطمئن باشید که همین مشکلات بالای سر شما میآید. میبینید که در کراکوس نیو امروز در لوبلینا، در فرداش در لوبلینا یک نفر دیگر یک جای دیگر آتش زدن، یک دو کسی دیگر کشتن، اومدن تو را دادرتا بچه عمکتن میفهم توایت یک نفر دیگر گرفتن برده. اینا هر روز نقشه میکشن و نسبت من و تو پرونده‌های جنایی باز میکنن و هر راه ما اوترا میبرن چیکار میکنن؟ زندان میکنن. و در علاوه اینه که رحمان بیاد کمک کند، بیاد حمایتگری من و تو باشد، حکومت امروزه برعکس است، میآید پشت من و تو را خالی میکند. باز هم نمیگذارد که حد امکان حقایقی که باید گفته شود میره پدر مادر تو را خاموش میکند، همسایه های تو را خاموش میکند، جوره های تو را خاموش میکند که حقیقت رو نگویند که این جوان باره از تروریست اکستریمیست از این چیزها حرف نمیزد، باره هیچ کس دعوت نمیکرد، اصلا در فکر چنین مسئله هایی نبود، یک انسانی عادی و زندگی عادی داشت. این حقایق را چیکار میکنن؟ نمیگذارن که گفته شود. وگرنه اگر رسانه‌های آزاد رو اجازه میدادن در تاجیکستان همه خونه‌شون میرفتن خونه همین نفران و از اونها مصاحبه میگیرن که فرزند شما کیست، از همسنفانشان، از رفیقان این نفران پرسش، از جای کار این نفران پرسیده میشد که همین روز اخیر در کار بود نبودم، این نفر در کجا قرار داشت، چگونه کار کرد، کار می اومد نمیره، بچه خوب بود در جای کار. همه اینها را باید از یکدیگر میپرسیدن یا نمیپرسیدن. یا اینه که خود حکومت تاجیکستان در روند دادگاهی اشتراک میکرد و میگفت که نه این وضع شهروندی من است و من باید دقیق مطمئن شم که تو آبرو و شأن شرفی مرا در جهان میبری، ارزش شهروندی مرا پایون میکنی. باید من ببینم که شهروندی من تروریست و افراطگرایی هست یا که نیست. باید این مسئله رو بآموزد یا نبآموزد. ولی برای حکومت تاجیکستان شهروندی تاجیکستان هیچ منفعت و هیچ هدفی ندارد. بر اساس همین هر کاری که میخواهد انجام میدهد و هیچ نفر آماده‌ای دفاع شهروندان تاجیکستان نیست. و اگر هر کسی که مدافع این شهروندان شد و صدای بلند کرد، مطمئن باشد که فردا نسبتش پرونده جنایی باز میکنن و میبرن و هر کسی دیگر هم خاموش است. مثلا کرامت شریف وقتی که نسبتش پرونده جنایی باز کرده شد و او را پاسپورتش رو انولی کرده به تاجیکستان روان کرده، کدام یکی از ما وقت توانستیم از حقوق کرامت شریف دفاع کنیم؟ کی توانست بیاد بگه که من توانستم از حقوق کرامت شریف دفاع کنم؟ بیاید آشکار به بیان بداره. کی؟ کسی انجام نداد. برای همین شما بیاید که عزت امان چی شد؟ هزارها ما میتونیم حامی حقوق مهاجران رو بیان بداریم که تمام تلاش ها رو میکنن ولی پشت اونها رو خالی میگذارن. همین خودی برادری ما پیر محمد زاده که در تاجیکستان روزنامه‌نگار کار میکردن، از حقوق کی حرف میزدن؟ از حقوق همین شهروندان. امروز پشت پنجره است، در حالت مرگ قرار دارد و کسی از حقوقش دفاع نمیکنه. پس ما چگونه میتوانیم بگیم که یک نفر فردا میتواند حمایتگر داشته باشد؟ ما باید در کنار یکدیگر باشیم که یک نفر مدافع و اون نفری که میتواند حکومت ها رو به زانو بشیناند بر بخیزد. شما مثال عادی میگیریم، شما ترکیه را نظر بکنید. مردم ترکیه 50 در 50 50 نفر جتر 50 نفر یک نفر یک گپ میگن، میبینی همه ترکا با هم اومدن در جمع شدن، اتحاد شدن، نمیفهمن برادر من است، از حقوق او دفاع میکنند. ولی یک تاجیک در اون طرف لطکوب میکنند، دیگر تاجیک میترسد بیاد از حقوقش دفاع کند، به خاطر چی؟ میگه در تاجیکستان نسبت به پرونده باز میکنه. این گونه نمیشود پیشرفت، این گونه نمیشود به اعتنایی کرد نسبت یک دیگر. خب دوستان گرامی، میگذاریم به موضوع دیگه. مسئله دومی که ما صحبت میکنیم مسئله برادر ما پیر محمد زاده است. پیر محمد زاده چند مدت میشود در بیمارستان زندان قرار دارد. به گفته نزدیکانش تلخی او خیلی سخت آسیب دیده است و این باعث گشته است که او بسیار در حالت سنگین قرار داشته باشد و نیاز به یک جراحی یا که به اصطلاح روسی نیاز به یک اپراسیون دارد. یک از اشخاص‌هایی که بدون یگان گناه امروز پشت پنجره رفته است. هدف اساسی پیر محمد زاده
آزادی بیان، آزادی فکر، پیشروی تاجیکستان، پیشروی مردم بوده و چیزی دیگه نمیخواست است. ولی ما امروز میبینیم که به خاطر این هدف او را بردن زندان کردن و این حال در حالت مرگ قرار دارد. و اگر امروز من دخالت نکنیم و اگر امروز جامعه تاجیکستان به پا نخیزد، مطمئن باشید که همون گونه ای که 5 پامیری در زندان جان در مدتی نکن 3 سال می شود جان دادن، همون طوری که جمعه بای یکی از اعضای حرکت سیاسی گروه بسیار در داخل زندان جان داد، همون طوری که ده ها نهضتی ها از مولها و علمای دینی تاجیکستان در زندان بودن جان و جبار سپاریدن، همون گونه پیر محمد زاده را در کوتاه‌ترین فرصت امکان داره در زندان از دست بدیم و هیچ نفر دست به کار نمی شود مگر اینه که ما شهروندان با مراجعتی که داریم از حقوق این شهروند دفاع کنیم. نوار مونو بگیرم یک ویدیوی خیلی کوتاه بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از حکومت طلب میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت پیر محمد زاده را آزاد کند و برای او امکانیت جراحی را فراهم بسازد. اگر پیر محمد زاده هلاکت شد ما حکومت رو گناهکار میدونیم، تمام نشرش که ما اگر 10,000 نفر چنین یک ویدیو کنیم، 100,000 نفر چنین یک ویدیو کنیم، فکر کنید کسی ما و شما رو چیکار میکنن؟ میان من میکنن؟ کسی میان من و تو رو چیکار میکنن؟ الو برای همین شما باید دست به کار شین، مردم باید دست به کار شون. شما مطمئن باشید که مثل پیر محمد زاده هزارها نفر رو میبرن زندان میکنن. اگر همین اتفاق اگر ما اتحاد نشیم، در زمان اینترنت گران شد، هزارها نوار کرده شد که اینترنت رو گران نکنه، در مقابل حکومت مردم برآمد. اون زمان کسی در اروپا قرار دارد، کسی نمیفهمم در روسیه قرار دارد، کسی در دوشنبه قرار دارد، کسی در گیجا قرار دارد وجود نداشت دیگر. همه میخواستن با هم اعتراض کردن و به خاطر نرخ اینترنت کوشش کردن که رحمانوف مجبور شود نرخ اینترنت را ارزان کنه. چرا به خاطر حقوق یک انسان چنین کارو ما با حمله کنیم؟ چرا به خاطر ارزش یک شهروند ما چنین یک کارو نکنیم؟ مگر جان پیر محمد زاده مهم نیست برای ما، برای تاجیکستان یک تفکر، یک متفکر جامعه ما است، اهل فهم جامعه ما است، قلم به دست جامعه ما است. ما اگر از حقوق قلم به دستان خود دفاع نکنیم، کی میتواند از حقوق ما دفاع کند؟ حالا بیاید ببینید که کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران یک مقاله در همین بابت نشر کرده است و از حکومت تاجیکستان طلب کرده است که پیر محمد زاده را آزاد کنند. من اصلا اعتماد و باوری به این کمیته ها ندارم، چون این کمیته ها همه کارهایشان فقط در کلام میماند، عملا کاری انجام نمیدن. اینها میتونن ده ها تا مقاله نشر کنن و در این مقاله ها از حکومت تاجیکستان نمیفهم، از حکومت کره شمالی یک تقاضا کنن، طلب کنن که فلان نفر رو آزاد کنید و به نسبت او او را حالتش رو بهتر کنید و برایش حالت جراحی رو آماده بسازید. ولی حکومت تاجیکستان هیچ این سازمان ها رو نگاه نمیکنه، چون این سازمان ها چیکار میکنن؟ پول میتیان که ایتک با رحمانوف پول داده استادین و رحمانوف چیکار میکند؟ همه اینها رو فریب میکند. فقط رحمانوف از یک نفر میترسه، از مردم تاجیکستان. و اگر مردم تاجیکستان بر بخیزن، مطمئن باشید که اینها چیکار میکنن؟ مجبور میشوند که هر کسی را که مردم بخواد اونها آزاد میکنن و هیچ وقتی در مقابل مردم ایستادگی کردن نمیتونن. همون گونه گفتیم اگر مثل مردم ترکیه شویم، هیچ اتفاقی نسبت یک دیگر ما نمیافتد. این مقاله پیر محمد زاده است از رادیوی از پیروز. بیایید را با هم بخونیم. کمیته دفاع از خبرنگاران از تاجیکستان خواست فوراً با عبدالستار پیر محمد زاده یاری طبی رساند. نزدیکان این روزنامه‌نگار چندی پیش شکایت کرده بودند که سلامتیش بد شده، بعد جراحی نیاز دارد. کمیته بین‌المللی دفاع از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان خواسته است که فوراً به روزنامه‌نگاری زندانی عبدالستار پیر محمد زاده که سلامتیش در حبس بد شده است یاری طبی رساند. روز 11 سپتامبر نزدیکان پیر محمد زاده خبر دادند که وضعیت سلامتی او در محبس نظامش سخت دوشنبه بد شده، او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کرپیشنی انتقال دادند. این کمیته که قرارگاهش در نیویورک از روز 12 سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس سابق توییتر اظهار داشت که از 6 ماه در حجره
کمیره جریموی شیدا بودن و بعد شدن سلامتی پیر محمدزاده نگران است. ما از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم که برای تبابت گرفتن روزنامه‌نگار فوراً مساعدت کنند. آمده است در واکنش همین کمیته. این سازمان که سرنوشت روزنامه‌نگاران را در سراسر جهان پیگیری میکند، عبدالستار پیر محمدزاده را بیگناه میشمارد و قبلا از مقامات تاجیکستان خواسته بود که او را آزاد کند. تا امروز مقامات تاجیکستان با خبر بد شدن وضعیت سلامتی روزنامه‌نگار و واکنش این سازمان بین‌المللی رسما واکنش ندادند. چندی پیش عبدالستار پیر محمدزاده که در زندان شهر خوجند محکوم بود، به محبس نظام شدید دوشنبه انتقال یافت. نزدیکانش تنها پس از بیمار شدن و به بیمارستان زندان بردن شدنش از حال او آگاه شدند. نور محمد پیر محمدزاده برادر عبدالستار قبلا به رادیو آزادی گفته بود که احوال برادرش به نهایت وزنین است. به گفته او تلخدان برادرش پر از سنگ شده، این از کار مانده است و او را دائم درد اذیت میکند. این نوع بیماری در بیمارخانه‌های دوشنبه به اصول لزری تبابت میشود که بدون جراحی صورت میگیرد، ولی در زندان چنین امکانیت موجود نیست. به گفته برادرش در زندان به او پیشنهاد کردند که میتواند برای چاک کردن بدن تلخدان او را بگیرند، ولی خبرنگار با چنین وضع جراحی راضی نشده است. به گفته نزدیکانش باید خبرنگاران زندانی را جراحی کنند، اما دکتران گفتند که حال وضعیتش خوب نیست و قوه جسمانی برایش بگیرد برای جراحی نمیره، یعنی قوه جسمانیش نمیرسد برای جراحی. پیر محمدزاده ماه دکمبر سال 2022 به اتهام 11 در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش ایبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد از بازداشت در نامه‌ای از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملی‌سر را به دوش بگیرد. در دادستان کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. یادآور می‌شویم که در چند سال اخیر تاجیکستان دست کم 10 روزنامه‌نگار از جمله در رحم‌العالی عبدالله قربتی، ذوقی بیگ سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فاضلov، احمد ابراهیم، رخشانه حکیمова و به مهلت گوناگون زندان محکوم شده حالا ادای جزا میکنند. آنها را از جمله به پند کردن معلومات بر درخت و همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار کردند. خود روزنامه‌نگار و خویشاوندانشان این عیب‌ها را رد میکنند. این یک مقاله بود از برادر ما پیر محمدزاده که ما به سمت شما رسونیم. همونطور که شما میبینید برادران گرامی و خواهران، پیر محمدزاده وضعیت تلخش به حد بی‌زیب است و این نفر به جراحی لزری نیاز دارد و جراحی لزری در بیمارستان موجود نیست و این شرایط فراهم آورده نشده است و او را باید حتما به بیرون بیارن و او را جراحی کنند. خود پیر محمدزاده چندی پیش در یک نامه‌اش اظهار داشته است که او را از روز اولی که دستگیر کردن هر روز زیر فشار قرار دادن و هر روز اذیتش کردن تا اینی که گناهی بافته مقامات رو به عهده بگیرد. یعنی منظور از این میفهمید چی است؟ یعنی هر روز مرا لطوکوب کردن، اذیت دادن، آزار دادن، دشنام کردن، تحقیر کردن، پس دادن، شأن شرف از بین بردن تا اینی که من چیکار کنم؟ اون گناهی بافته ای رو که میخواهند به دوش من جاری کنن. هدف رو میفهمید چیست؟ بر اساس همین وقتی که ما در این موضوع میخواهیم صحبت کنیم باید ببینیم که پیر محمدزاده به خاطر همین ملت، به خاطر همین مردم، به خاطر همین سرزمین برخواست و به خاطر همین مردم پشت پنجره رفت و هیچ وقت پیر محمدزاده از حقوق خارجیان ننویست. هیچ وقت پیر محمدزاده از خارجیان کمک نطلبید و همیشه کار و بارش، کردارش به خاطر پیشرفت و آینده همین ملت بوده. قدمش در راستای خدمت همین مردم کار فرمید. هر روز جمعه شما میدیدید از نوارهای پرمعرفتش ما بهره میگرفتیم، از قلم، از زیباگی نوشتنش ما بهره میگرفتیم. زمانی که در رادیوی کار میکرد از صدای خوبش ما لذت میبردیم و همیشه در خدمت این مردم بوده و هیچ وقت در مقابل مردم حرفی نزده. یک روز برآمد یک نوار کرد گفت که من راننده تاکسی ام و شکایت کرد. ما از شکایتش آگاه هستیم و تمام مردم شکایت او رو دیدن که من کارکن تلویزیون بودم و این حال مجبور شدم که از تلویزیون بروم چون دیدی مرا در تلویزیون در رادیو نمیپذیرن. من دیدی موسبی دارم، میخوام که از کمبودی ها خبر بگویم، کمبودی را چی نکنم،
سفید نکنم، بلکه کمبودی رو که دیدم او رو بیان بدارم. ولی حکومت این رو نخواست که این نفر در کمیته تلویزیون نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان کار کند و او رو از کار بیرون کردن و بالاخره شما دیدید که نسبتش پرونده جنایی باز کردن و بردن پشت پنجره و حالا وضعیتش در حالت سنگین قرار دارد. من از همه شما سوال میکنم و از تمام شهروندان تاجیکستان، کی آماده است از حقوق پیر محمد زاده دفاع کند؟ کی آماده است نوار بکند بگوید که پیر محمد زاده را آزاد بکنید؟ کی آماده است خودگذری کند؟ کسی نیست. من مطمئن هستم که هیچ انسان آماده نیست برای پیر محمد زاده تیاری ببیند. پس مطمئن باشید که فردا هیچ نفری آماده من و تو نخواهد بود. ما باید بربخیزیم، در مقابل حکومت ایستاد شیم و کوشش کنیم که هر نفری که به خاطر این ملت پشت پنجره رفته است به او کمک کرده شود و او آزاد کرده شود. در غیر صورت ما چیکار میکنیم؟ یکی پشت پنجره میریم. همونطوری که در موضوع اول دیدید، رحمانوف در داخل وطن مردم رو زندان میکند، اهل قلم، اهل فکر، اهل دانش ما، و بعداً بیسواد و بی‌ترتیب میروان میکنن روسیه در مهاجرت، در اونجا کشته میشوند، زندانی کرده میشن، تأخیر کرده میشوند و هیچ نفر حق گپ نمیزند. چرا؟ چون ما کسانی که علم نداریم از دانشمندای خود، از عالمان خود دفاع نکردیم، از خدمتگاران خود دفاع نکردیم. پیر محمد زاده یکی از دانشمندان مملکت ماست. عبدالقادر رستم یکی از نویسندگان و بزرگان قوم تاجیک است. امروز در پشت پنجره است. دهها کتاب ترجمه کرده و صدها کتاب نوشته است. هزارها مقاله های علمی نوشته است که از خواندن اون نه تنها ملت تاجیک، هزارها ملت ها استفاده کردند. ولی ما امروز نشستیم و کوشش داریم که یک لقمه نان بیاویم و چیکار کنیم؟ زندگیمون رو بگذارونیم که فرزندای ما نمیرن. ما فراموش کردیم پروردگار ما رو برای چی خلق کرده است؟ نه تنها برای لقمه. این رزق از جانب اله است و این سنجش و امتحانی است که برای من و تو داده است. مطمئن باش که این همین روز تو هلاک شو، همین روز اگر جانت رو به جبار بسپار، همین زندگی که اینقدر براش میدوی که فرزند من گرسنه نماند، پدری من گرسنه نماند، مادری من گرسنه ندارد، پروردگار رزق آنها را میدهد و اونها رزقشون رو پیدا میکنند، پیش میرود. ولی تو در اون دنیا در نزد پروردگار، در نزد اله چی میگوی؟ در نزد پروردگار روبرو شدی چی میگوی؟ میگوی من به خاطر اونها میدویدم. و میگوید که این رزق اونها، تو میدویدی، این رزق اونها رو من داده ایستاد، من از دیگه طرف رزق اونها این رفته ایستاد از زندگیشون، بدون تو هم اونها رزق دارن. رزق از جانب اله است. پس باید ما تمامی طرفا رو نگاه کنیم. دفاع کردن از حق مظلوم، برخواستن در مقابل ظالم، این جهادها را، این ثوابها را باید ما فراموش نکنیم که این کار یک مسلمان است. وقتی که حضرت عمر به سر منبر برآمد چی گفت؟ گفت اگر فردا عمر از راه یک سو شد چیکار میکنید؟ یکی از نفرها خیز گفت من به این شمشیر او را راست میکنم. کو همون شمشیری که امروز بیاید امام رحمانوف را راست کند؟ کو همون ضربه تاجیکی که بیاید امروز رئیس کمیته زندان ها را چیکار کند؟ راست کند؟ کو همون نفرها؟ کو همون شمشیردار؟ کو همون بازوی قوی تاجیکی اسلامی؟ امروز آنها نیست. ما امروز هر کی خود را ناچیز و حقیر میشماریم، از توانایی خود استفاده نمی کنیم، نمیدانیم که ما توانایی داریم، فقط منتظریم کسی بیا ما را کمک کند. بعدن میره پشت نمیفهمم یک داغستانی، پشت یک آذربایجانی، پشت یک روسی که بیای ما را کمک کند که معاش ما را فلانی نداد، فلانی ما را فریب کرد، فلانی ما را فلان کرد. توف بروی همین خیلی انسان ها ما باید بربخیزیم، ظالم رو از بین برداریم و وطن خود را آباد بسازیم و ظلم رو از بین ببریم که ما مدافع خودمان باشیم، کسی جرأت نکند برای ما زبان درازی کند. 4 تا حقیر رو اومدیم در سر حکومت ماندیم و هر کاری که میخوان نسبت ما انجام میدیم. من از همینجا مراجعت میکنم به تمام شهروندان تاجیکستان و از جمله به خود دیکتاتورها و کارمندان زندان.
مردم عزیز کشور، در کوتاه‌ترین فرصت بدانید که حالتی امروزه برادر ما پیر محمد زاده بدتر میشد و امکان دارد که او به دنیای ابدی بپیوندد و اگر یک جراحی دقیق کرده نشود. وابسته به این به شما مراجعت میکنم که برادران و خواهران عزیز گرامی، امروز روز اتحاد، سرجمعی، برخاستن و گفتن حقایق و دفاع کردن از مظلومین است و باید با هر طریقی که نباشد ما حکومت را فشار بیاریم با هم که پیر محمد زاده را به بیمارستان ببرند و در اوجه یک جراحی لزری انجام بدهند که او از این مشکلات بر بیاید. مراجعت دوم به این حکومت ظالم، شما مطمئن باشید کارکنان حکومت روز فرا میرسد که شما به خلاصکار زار میشوید و امروز غم یک عده از اشخاص ها را بخورید که فردا غم شما را باز هم یک عده دلسوزی دیگر پیدا شود غم شما را بخورد. مطمئن باشید که غم شما را من نمیخورم، پروای شما ندارم، ولی غم این گونه پیر محمد زاده ها را در زندان بخورید، برای اینها کمک کنید، اجازت بدید برن تبابت بگیرن که فردا بعد از انقلاب به شما اینا بگن که کارکنان زندان با ما کمک کردن، اجازت دادن من برم جراحی بشم، که در دل انسان ها رحم نسبت شما پیدا شود، وگرنه نسبت شما هیچ رحمی وجود ندارد. شما امروز کمک کننده ظالم برای ظلم کردن او، برای بد ساختن وضعیت تاجیکستان کمک میرسانید. مطمئن باشید که فردا جوابی سنگین نسبت شما خواهد بود، جزای سنگین نسبت شما خواهد بود و امروز دست به کار شید و کوشش کنید که پیر محمد زاده ها را کمک بکنید که اینها فردا کسانی باشند که از حقوق شما دفاع کنند و بگویند که حد امکان ظالم مرا زندان کرد ولی این نفر از ظالم دفاع نکرد و این نفر فرمان ظالم را زیر پا کرد و اجازت داد که من برم چیکار کنم، جراحی بشم. همین گونه که از خوجن آورده بسیزا به زندان سخت پرزور نگاش داشته همین کافی بود، چرا اجازتش نمیتید که تبابت بگیرد؟ لطفاً به فکر کار شوید که غضب یک روز است، 2 روز است و اگر این کار انجام داده نشود وضعیت بدتر می شود. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، میگذاریم به موضوع بعدی. همطور که شما میدونید در برنامه گذشته من در موضوع وضعیت قطر و اسرائیل صحبت داشتم که کشور صهیونیستی و به اسم اسرائیل به قطر حمله کرد و بعد از این واکنش‌های زیادی به میان آمد. دولت‌های خاورمیانه و دیگر جامعه دولت‌های اسلامی، کشورهای ابوالقدرت این کار رو محکوم کردن، از جمله امریکا. ولی هدف من امروز امریکا، اروپا، روسیه و این کشورها نیست. من امروز در این باره قدر زیاد صحبت نمی‌کنم. بگذار هر حرفی میزنن زدن بگیرن، اونها کارشون است، همین است دیگه. هر روز یک وعده میتیم، فردا میان تو رو حمله میکنن، میزنن، میکشن، میگوین که خب من ندیدم یک نفر دیگه کرد، وگرنه اگر این طرف نگاه کنی خودشون است. ولی به هر حال امروز ما صحبت میکنیم در حالی که جهان اسلام، دولت‌های اسلامی در کجا است، در چه حالت قرار دارند. ما یک از چیزهایی را میبینیم که قطر در روز که همین اتفاق افتاد واکنش تندی انجام داد و وزیر کارهای خارجه قطر گفت که یک جوابی دقیقمون نسبت اسرائیل خواهیم داد. یعنی جوابی گفته اون منظورش این بود که مثل ایران ما اسرائیل را بمباران میکنیم. حالا بیایید ملاقاتی سرور دولت قطر را با وزیر خارجه امریکا ببینیم. این را از رادیوی BBC ما به سمت شما میرسونم. دوستانی که فارسی نمیفهمید ببخشید، چون ما به تاجیکی پیداش نکردم و مجبور بودم که به زبان فارسی بیاریم. روبیو در دوحه، وزیر خارجه امریکا و امیر قطر در مورد همکاری دفاعی گفتگو کردند. کدام دفاعی؟ همون دفاعی که هفته گذشته
ما بیان داشتیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از سفرش به اسرائیل برای گفتگو با متحد دیگرش در منطقه وارد دوحه شد و با شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرده است. به این امیده که بعد از حملات هفته پیش اسرائیل به راهبران حماس در دوحه به مقام‌های قطر اطمینان خاطر دهد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر مارکو روبیو در دیدار با شیخ تمیم در مورد همکاری دفاعی میان دوحه و واشنگتن صحبت کرده است. آقای روبیو هم پیشتر گفته بود که امریکا در حال همکاری با قطر برای نهایی کردن یک توافق دفاعی هست. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو در این دیدار با تاکید بر رابطه دو جانبه مستحکم واشنگتن و دوحه از قطر بابت تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادسازی گروگان‌ها قدردانی کرد. آقای روبیو همچنان بر حمایه قوی آمریکا از امنیت و حاکمیت قطر تاکید کرد. خوب گوش کنید. میگه که آقای روبیو همچنان برای حمایه قوی آمریکا از امنیت و حاکمیت قطر تاکید کرد. کدام حاکمیت؟ همون حاکمیتی که چند روز پیش زیر بمباران اسرائیل قرار گرفت. همین امریکا مدافع قطر بود و باید امریکا از حاکمیت ارضی قطر چیکار میکرد؟ دفاع میکرد از امنیت قطر. ولی باز هم میبینیم در دیدار نو همون مسئله پیشینه. وزیر خارجه آمریکا همزمان با حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه به قطر سفر کرده است. پیش از ورود به دوحه چندان به حاصل توافق آتش‌بس در غزه خوشبین به نظر نمی رسید، اما گفت قطر برای کمک به این مسائل در موقعیت استثنایی قرار دارد. آقای روبیو این ترک فرودگاه بن گوریون اسرائیل به مقصد دوحه به گزارشگران گفت ما از قطر خواهیم خواست که کار را که تا حال انجام داد و ما با بابتش سپاسگزار بودیم ادامه دهد، یعنی ایفای نقش سازنده در تلاش برای پایان دادن به این جنگ در غزه. یعنی ببینید از یک طرف امریکا میاد قطر را چیکار میکند، اسرائیل میاد بمباران میکند و امریکا مدافع قطر هست، دفاع نمیکند و به علاوه اینه که وزیر خارجه قطر میگوید که ما میایم شما را بمباران میکنیم، جوابی پاسخی وزبین خواهیم داد و میاد اصلا کار را انجام نمیتیند و سپس وزیر خارجه امریکا باز میاد چیکار میکنن؟ میگه همون کار، یعنی دم طبقه خب که حیوان، یعنی به این مضمون دم طبقه حیوان خب که تو کی اصلا حرف میزنی؟ همون کار را که قبلا میکردی ادامه بدی. یعنی با سران حماس رو بیار در یک جا برای گفتگویی که ما میخواهیم در غزه صلحی را که ما میپروریم، ما فکرش رو داریم، همون صلحی که باید ما میخواهیم، باید بیاری اونها را بشنانی در سر میز و براشون گفتگو کنی، همون کار را ادامه بدی، دم طبقه خب کرد. یعنی به این ترتیب اومد چیکار کرد؟ قطر را تحقیر کرد و رفت. حالا بعد از این نشست باز اینجا نشست‌های دیگری هست. ببینید نخستین وزیر قطر چی گفت؟ وقتی آن رسیده است که جامعه جهانی اسرائیل را مجازات کند. نخستین وزیر قطر از جامعه جهانی خواسته است تا با استانداردی که دوگانه پایان دهد و اسرائیل را برای همه جنایت‌هایی که مرتکب شده است مجازات کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این سخنرانی را امروز یکشنبه 23 شهریور سپتامبر در نشست مقدماتی اجلاس اضطراری راهبران کشورهای عربی و اسلامی بیان کرد. این اجلاسی که به ابتکار قطر در پی حمله بی سابقه اسرائیل به راهبران حماس در دوحه سازماندهی شده بود فردا برگزار می شود. یعنی پیش از همین نشست که باید انجام میشد که این حال انجام شد، وزیر خارجه امریکا فقط خواسته است که چه از جامعه جهانی که قطر یعنی اسرائیل باید به جوابگری کشیده شود. باید جامعه جهانی اسرائیل را به جوابگری بکشد. جامعه جهانی کیست؟ امریکا؟ خب روسیه که با شما نیست، چین که با شما نیست، ایران که با شما نیست. شما جامعه جهانی اروپا و امریکا را در نظر دارید. یعنی امریکا و اروپا که امروز ارباب متکامل دولت‌های عربی است، پس شما نیاز دارید که اینها باید به شما
پاسخ بدهند و اون نازک پروری خود، یعنی اسرائیل که نازک پروری امروزه دولت‌های امریکا و اروپایی است، او را چکار کنند؟ محکوم بکنند و به جوابگری بکشند. این مگر امکان دارد؟ مثال عادی میگیریم، آیا امریکا قطر را انتخاب میکند یا اسرائیل را؟ آیا امریکا عربستان سعودی را انتخاب میکند یا اسرائیل را؟ در شک نیست که اسرائیل را. پس قطر، دولت‌های عربی در اینجا یک چیز. ما در هفته بعدی گفتم که امکان دارد نشست‌های رهبران دولت‌های اسلامی صورت بگیرد و در اینجا پیشنهادهای انجام داده شود و یک مرحله کارهای انجام داده شود. امکان دارد که دولت‌های عربی یک اتحادیه نظامی با هم بسازند. ولی من گفتم که من به احتمال زیاد 99% مطمئنم که همین گونه نهاد ساخته نمی‌شود. همین حرف در همین نشست، این نشستی سران کشورهای عربی است. اینترنت من بزرگتر کار میکنه. این نشستی کشورهای عربی است. ببینید همین نشست تمام دولت‌های اسلامی و دولت‌های عربی با هم نشستند و همین حرفی را که من در برنامه هفته گذشته ذکر کردم، از همین منبر صدا داد که باید دولت‌های عربی بین خود چیکار کنند؟ یک چیه بسازند، یک نهادی بسازند که اون نهاد بتواند در مبارزه بر ضد کسی که ما را حمله میکند، مثل اودکیبی که در بین روسیه و ارمنستان و تاجیکستان و قزاقستان و این کشور هاست، مثل اون یک نهادی بسازند که در صورت حمله دیگر کشور اینها بتوانند از خاک یکدیگر دفاع بکنند. ولی آیا این کار عملی هست؟ میشه انجام داد؟ نه، فقط صدا زد. بیاین چند نقطه رو از همین رسانه DW به سمت شما بخونیم. رهبران حدود 20 کشور عربی و اسلامی از کشورهای جهان خواستند تا فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کرده و رابطه دیپلماتیکی و اقتصادی خود را تا زمان توقف جنگ اسرائیل در غزه مورد بازنگری قرار دهند. یعنی نتیجه 20 کشور، یعنی خواست 20 کشور اسلامی دیکتاتوری و بدترین دولت ها میتوان گفت این است که از کشورهایی که با اسرائیل همکاری میکنن خواستشان این است که لطفاً سلاح نفروشید، لطفاً نفت نفروشید، لطفاً این کار نکنید و ما کوشش میکنیم که نسبت اینها تحریم ایجاد کنیم. در مابین همینها الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، یک جامعه اسلامی نیست هست کسی که به اسرائیل نفت میفروشد، در همون کنفرانس نمیتوانم بگویم که فلانی بدبخت نفروش، نمیتوانم بگویم. خود اردوغان پرزیدنت جمهوری ترکیه، یکی از دیکتاتورهای به اسم دولت اسلامی که جامعه اسلامی میساختگی به گفته خودش در این سخنرانی چی گفت؟ گفت که ما برای نشان دادن عملی کار تمام سودا و فروش رو در 9 میلیارد از اسرائیل قطع کردیم. ما یگان گونه فروش، یگان مواد نداریم، همه را قطع کردیم. با این گونه نشان میدیم که ما هیچ کار نمیکنیم. ولی آذربایجان چگونه نفت رو با اسرائیل میفروشد؟ با کدام طریقتی؟ مگر ترکیه کمک نمیرساند؟ امروز آذربایجان زیر نفوذ کدام کشور است؟ مستقلانه نفت میفروشد؟ پس این حرفایی است که دولت‌های دیکتاتوری به اسم اسلامی امروز موتره در چشمان کار میکنن، خاک میپوشن. دوامش هم میخونیم. این راهبران روز دوشنبه برای یک نشست اضطراری در دوحه گرد هم آمدند. در بیانیه پایانی خود حمله هفته گذشته اسرائیل را به راهبران حماس را در پایتخت قطر محکوم کردند. با این حال آنها کدام اقدام مشخصی را اعلام نکردند. شما با این حال یگان اعلامی مشخصی را اعلام نکردند. یعنی 20 کشور اسلامی به گفت خودشان نشستند و کشورهای بدبخت
و یگان مقاله یا یگان چیزی دقیقی را که اون بتواند نتایج این نشست باشد چیکار نکردن؟ بیان نداشتن، فقط گفتن که ما این کارو محکوم میکنیم. آخه محکوم کردن از همون خانه خودتو پیش از اومدن محکوم کرده بودید. نتیجه این نشست شما چی شد؟ شما 20 کشور جمع کرده آوردید، نتیجه چی بود؟ یگان نهاد مشخص بین هم ساختید. ما در هفته گذشته پیش از نشست این سران ما گفتیم که اینها از دستتون هیچ کار نمیاد، هیچ نتیجه این نشست های ظاهری انجام نمیدهد. اینها همش دروغگو و کسانی هستند که از خون این ملت و خون این مردم مسلمان میستونند. اینها خادمین مردم مسلمان نه، اینا کاذبین مردم مسلمانند. همین سران دولت های جامعه اسلامی اینها کاذبین مردم مسلمانند، نه خدمتگاری آنها. شما میبینید که 20 کشور میاد با هم میشیند ولی چیکار میکنن؟ آخری نقطه ما محکوم میکنیم، در حالی که هر یک کدوم اینا پیشتر محکوم کرده بودن. نه اومده با قطر نامه فرستادن که ما این کار محکوم میکنیم. پس اومدن نشستن شما در دوحه به خاطر خودنمایی بود، مصرف ملت بود، چون ملت پول میدید که شما سوزش استفاده میکنید، آدم میارید، ماشین میارید، شما میاید به کشور دیگر، همه این پول مالی مردم را شما دزدیده میاید به خاطر باز همون بیانیه را دیون باره خواندن. توف به همین خیلی کشورها و سران کشورها. در این بیانیه اومده است که 58 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی باید در سازمان ملل متحد برای تعلیق عضویت اسرائیل متحد شود. صفحه اینستاگرامی ما را دنبال کنید. شرکت کنندگان این نشست تجاوز وحشیانه اسرائیل و قطر و ادامه اقدامات تهاجم اسرائیل از جمله جنایت نسل کشی، پاکسازی قومی، گرسنگی و همچنین شهرک‌سازی ها و سیاست های توسعه طلبانه را محکوم کردند و گفتند که این اقدامات هر گونه چشم اندازی برای دستیابی به صلح در منطقه را تضعیف میکند. اسرائیل این اتهام را رد میکند و میگوید که هدفش از جنگ جاری از بین بردن حماس است. گروهی که از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، آلمان و چند کشور دیگر با عنوان یک سازمان تروریستی ردبندی شده است. هواپیماهای جنگی اسرائیل هفته گذشته یک منطقه مسکنی در پایتخت قطر حمله کردند و رهبران حماس را هدف قرار دادند. این حمله 6 نفر از جمله یک افسر امنیتی قطر را کشت و 18 نفر دیگر را از زخم کرد. اما گروه شبیه نظامی اسلامگرای حماس اعلام کرد که رهبران ارشد آن از این حمله جان سالم بردند. این حمله که همزمان با مذاکرات جاری بر سر آتش بس و آزادی گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس رخ داد، انتقاد جهانی را به دنبال داشت و باعث برگزاری نشست‌های اضطراری شد. 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس یا GCC نیز در حاشیه این نشست دیدار کردند. همونطور که در هفته گذشته من گفتم که کشورهای جهان اسلام با هم میشینن و بعد از کشورهای جهان اسلامی کشورهای جهان عرب و مخصوصا این 6 کشور GCC که کشورهای خلیج فارسن که پولدارترین کشورهای عربی هستند، اونها با هم نشست کردند. همین پیشنهادی که من کرده بودم در این کشورهای فقیه نیز انجام داده شد. ببین 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس یا GCC نیز در حاشیه این نشست دیدار کردند. آنها در بیانیه جداگانه اعلام کردند که رهبران این اتحادیه به شورای دفاع مشترک خود دستور دادند نشست فوری در دوحه برگزار کنند تا وضعیت دفاعی کشورهای عضو و منابع تهدیدی با توجه به تجاوز اسرائیل علیه قطر را ارزیابی کنند. قطر این حمله را تجاوز خانه می‌داند. خب حمله هدف اینو بازم نشست‌ها ادامه باید پیدا کند و اینا کوشش کنند که همون یعنی برای فقط حمله اسرائیل، نه حمله عمومی، تنها به خاطر حمله اسرائیل یک کار مشترک انجام بدهند که اون بتواند خود اونها را چکار کند، از حمله های نوبتی اسرائیل چکار کند، سری راهشون رو بگیرد. او افزود خب
قطر این تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر این حمله اسرائیل را تجاوز خائنانه به یک منطقه مسکنی که شامل مکتب و مأموریت‌های دیپلماتیک می شود توصیف کرد. او افزود پایتخت کشور من هدف یک تجاوز قرار گرفته است. شهروندان ما غافلگیر شدند و تمام جهان از این اقدامات تروریستی بزدلانه شکست زده شد. آل ثانی گفت که این حمله در حال رخ داد که رهبران حماس در دوحه و در حال بررسی پیشنهاد ایالات متحده برای آتش بس و آزاد گروگانها بود و اسرائیل را به سوی استفاده از جنگ غزه برای اهداف گسترده متهم کرد. او گفت اسرائیل کشوری است که به طور سیستماتیک برای ترور راهبرانی که با آنها مذاکره میکنند تلاش میکند در عین حال به کشور میانچه که مذاکرات را در آن برگزار میشود حمله کند. امیر قطر افزود جنگ اسرائیل یک جنگ برای نابودی تبدیل شدن است. یک هدف غیر قابل سکونت کردن غزه به عنوان مقدمه برای آورگی است. تمیم هشدار داده است که اسرائیل همچنان در تلاش برای بی‌ثبات کردن سوریه و لبنان است. نتانیاهو در خواب می‌بیند که منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل تبدیل شود. یک توهم خطرناک است. یعنی خود اینها درک میکنن که اسرائیل هدفش گرفتن دولت‌های عربی زیر نفوذ خودش است و از این طریق تمام تلاش را میکند که دولت‌های عربی را زیر نفوذ خود قرار بده و بر اساس همین به سوریه حمله میکند، به لبنان حمله میکند، به یمن حمله میکند و کشورهایی که با این مرز دارد در خاک خون یکسان میکند و دیده که به قطر هم حمله کرد. کسی پاسخگو نیست. در دوام شورای حقوق بشر ملل متحد در این مورد بحث میکند. خب دیگر مطلب های دوامی را نمیخوانیم چون مطلب های دوامی برای ما نیست. همونطور که شما دوستان دیدید در این مطلب من در هفته گذشته گفته بودم که در هفته گذشته بیشتر نقاط را من ذکر کردم که سران کشورها با هم میشینن و از جمله سران کشورهای خلیج فارس یا GCC اونا هم با هم میشینن و تصمیم میگیرن که برای دفاع کردنشان چیکار را انجام بدن. من گفته بودم که امکان داره اونا برای کامل دفاع خودشان فکر کنن، اما اونها فقط برای دفاع خودشان از اسرائیل، فقط از یک کشور آمودن یگان اتحادیه یا اینکه یگان چیز مشترک بسازن. در قدم اول جسارت نکردن. به خاطر چی؟ به خاطری که باید وزیر خارجه امریکا جناب روبیو سفر میکرد به قطر و باید منتظر میشیدن که او به اینها چی فرمانی میدهد. اول فرمان امریکا رو میگیرن، اجازت امریکا رو میگیرن و بعدا آماده میشوند یگان عهدنامه بین خود ببندن. اون عهدنامه چگونه میتواند باشد؟ دقیق است که یک عهدنامه ظاهری که ما آماده ایم از خاک یکدیگر دفاع کنیم در صورت مثلا حمله اسرائیل به خاک ما، یا اینکه همونطوری که روبیو در سخنرانیش به امیر قطر گفت که ما آماده ایم در حالت دفاعی از قطر دفاع کنیم، با یک سازشنامه نوی دیگری می نویسد به قطر و بازم می رود به عربستان سعودی و دیگر کشورها یک سازشنامه می نویسد که هر کسی که به خاک شما حمله کند ما از شما دفاع میکنیم. در علاوه این هزارها پولها را چیکار میکند؟ از دولت‌های عربی میگیرد. یعنی خالی کردن جامعه مسلمان از طریق کشورهای دیگر توسط حمله اسرائیل. اسرائیل میگن حمله کنید و خودشون میگن ما میایم دفاعتون میکنیم که دیگه اسرائیل به شما حمله نمیکند و شما برای ما باید باج پرداخت کنید. این حالتی است که به جامعه اسلامی و جامعه دولت‌های مسلمان به میان خواهد آمد و مطمئن باشد که این روند ادامه پیدا میکند و ادامه پیدا میکند و اگر دولت‌های عربی امروز بخواهند استقلالیت خود را به دست بگیرند و مثل ایران ایستادگی کنند، حالتشون به حالت ایران برمیگردد. یعنی در انزوای داخلی قرار میگیرند و تورم در داخل جاری میشود، مردمشون فرار میکنند، اقتصاد بسیار در حالت خراب و نابودی قرار میگیرد و کشور در حالت بلاک و تحریم های بین المللی قرار میگیرد، نفتشون دیگه به فروش نمیرود و این مشکلات چیکار میکند؟ به این کشورها به میان میاد.
یک کشورهای بافته و ساخته به اسم اسلام و امت اسلام دور از این. فقط تمام کارشون چی است؟ گرفتن، دزدیدن مال ملک جامعه اسلامی و سپردن او به کشورهای خارجی فقط به خاطر داشتن یک نفوذ سیاسی از خارج. سلام علیکم برادر. علیکم سلام و الله و برکاته. و علیکم سلام. بفرمایید شما برادر گرامی. سلامت باشی. دیدم مونده شدی از حرف زدن از دوره همین وارد شدن که گفتم منم دیگه گفتم که یک ساعت یک نیم ساعت چه دیگه نویسه خارج شد. انشاءالله بهترین. ولی در مسئله گویم که حمله اسرائیل به قطر یا که به ایران یا که به دیگر منطقه ها، این از یک تاکتیک خود امریکا است. برای چی؟ برای اون که بعد همون هفتمی که در به اسرائیل هجوم شده بود 2 سال پیش، نه تقریبا، از برای همون گویم که نفوذ اسرائیل تا اون روز در دنیا اسرائیل را یا که ارتش اسرائیل را همچون یک ارتش پرقوت منطقه حساب میکردن. لیکن بعد هفتم نشان داد که ارتش اسرائیل اینقدر پرقوت نبوده است. بله. و چند صد نفر میتوانست است که به او هجوم کند و این ارتش را شکست دهد. و 2 ساله جنگی که امروز رفته ایستاده است در خود غزه باز نشان داد که ارتش اسرائیل قوی نیست. همون آبرو و نفوذ که در دنیا داشت اسرائیل یا که ارتش اسرائیل از دست رفت. از برای همین باز دوباره گویا که با همین هجوم ها، هجوم به ایران، هجوم به قطر یا که هجوم فردا به لبنان یا که به یگان منطقه دیگر، این با همین حالت میخواهد که همون آبرو را باز برگرداند. گویا که اسرائیل قوی است. البته که این خیلی که هست، حتی که همین از یکی همون نماینده های قطر گفت که امریکا برای ما دیرتر خبر داد. بله. برای چی؟ برای که این همین نقشه امریکا است. باز امریکا میبیاید با اونها میگوید که ما به شما کمک میکنیم. کلا که اسرائیل این سایه حاکمان عرب هست. برای چی؟ برای آن که این یک پایگاه نظامی امریکا است در منطقه اسرائیل. میلیون ها دلار برای اسرائیل از جانب امریکا و دولت های غربی جدا کرده می شود. برای چی؟ برای آن که اگر که مردم منطقه شورش بردارن مقابل همون حاکمان ظالمی که امروز در دولت های مسلمانی منطقه های عرب هست، اگر که مردم شورش بردارن، یکمین کمکی که به همون حاکمان میکند این اسرائیل است. و با واسطه اسرائیل باز دولت های غربی چکار میکنن؟ وارد میشن به این پایگاه، از اونجا لشکراشون به این منطقه هایی که دولت های مسلمانیشی میفرستن برای چکار کردن؟ برای همون گویم که حالت برای کنترل کردن. این حاکمان عرب است که امروز در فلسطین 10,000 انسان ها، پیر و زن و کودک کشته شد، لیکن همون انسان های شهروند های عادی نمیتونن به کمکش رسن. به کمکی همون نفرهایی که همون ها هم اگر که نگویم که از نقطه نظر دین، از نقطه نظر ملت اگر نگاه کنیم، اونها عرب هستند. عرب به عرب کمک کردن نمیتواند. برای چی؟ برای اون که همین حاکم ها است. همین حاکم ها، همون نفرهایی که جنرال هایی که است که به امریکا خدمت میکند، به اسرائیل خدمت میکند. و این مردم نمیماند که چیکار کند؟ مردم به این مردم غزه کمک کند. اگر که ما گویم که اگر این حاکمان ظالم امروزه، این حاکمان فروخته شده به امریکا و به دولت های غربی اگر امروز نباشن، بر وقت مسلمان ها چیکار میکرد؟ مردم غزه را آزاد میکرد، کمک مسلمان ها میرسید. لیکن ما میبینیم که حتی که غربی ها به مصر رفتن برای کمک، نه؟ لیکن ارمیه مصر اونها را اجازه نداد که وارد غزه شوند. حتی که کمک هایی که رفته است امروز به مصر با وارد کردن به غزه لشکران یا که ارمیه چی مصر اجازه نمیدهد.
از برای همین اسرائیل این سایه این حاکمان است. آن وقتی که این حاکمان نابود شوند، حاکمیت اینها با خاک یکسان شود، اسرائیل هم همون روز خاتمه می‌یابد. و آن آرزوهایی که امروز نتانیاهو میگوید ما میخوایم دولتی بزرگ تشکیل دهیم، با کی تشکیل میدهد؟ با 10 میلیون یهودی در منطقه‌ای که صدها میلیون عرب ها زندگی میکنند. این خام و خیال است. امروز قدرت دولت های غرب امروز با قدرت هستند، با قوت هستند، امروز اسرائیل کمک میکند. لیکن ما اگر به تاریخ نگاه کنیم چندین دولت ها بودند، چندین امپریا ها بودند که نابود شدند، امروز در تاریخ در کتاب های تاریخ باقی ماندن، خلاص نامشون. و یک روز همین گونه امریکا هم سقوط میخورد، از همون دولت ابرقدرت به یک دولت ناچیز تبدیل مییابد و دولت های غربی هم اون پیش رفتن همین گونه میشود. بعد آن روز وقتی که هیچ نفر کمک نکند، این اسرائیل خاتمه مییابد. و این بودن اسرائیل این چی است؟ کمک این دولت های ابرقدرت است. خودی امریکا بعد همین جنگ تقریبا 40 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرد. بخشش زنگ تلفنی اومد. و از برای همین او چیزی که اینها جمع میشوند، مشورت میکنند، یراق میخرند، دیگر مثال گپ تجهیزات ها میخرند. امروز ما بدونیم که در سعودی هر سال سعودی به میلیون ها دلار یراق میخرند. خطر هم همین گونه است. نفوذ خود مصر از 100 میلیون زیاد است. و اسرائیل چی؟ اسرائیل 10 میلیون نفوذ دارد. برای چی امروز این دولت ها اینقدر مثال نفوذ، اینقدر اهالی به مردم غزه کمک کردن نمیتواند؟ انا این حاکما است، انا این گنرال هایی که فروخته شده. برای اونها ملت دین قدر ندارد. برای اونها پول، زندگی خوب، کرسی که امروز 10 سال یا 20 سال در بالای همون شته حکمرانی میکنند، برای اینها این چیز مهمتر است و ضرورتر است. از برای همین آن چیزهایی که اونها میگویند یا که همشان جمع میشوند، یک گویم که سازشنامه میکنند، این سازشنامه به یگان مردمی غزه یا که به یگان مسلمانان یگان کمک نمیبیارد. همونطوری که من گفتم برادر عبدالله، در نشست عمومی سران کشور اردوغان صحبت میکند با قطعی که این ما برای عملی کردن، یعنی نشان دادن که ما نیتمون نیک است، که ما واقعا یک کار میتونیم انجام بدیم. مثلا من کردیم تمام سودا رو در 9 میلیارد سودا رو من کردیم به اسرائیل، ولی الهام علیف در او پرش نشستگی به هم داخل ترکیه نفروخته شده است. الهام علیف زیر دست ترکیه امروزه و هیچ کس حرف نمیزنه. دروغ. یا اینکه سیسی در او پرش نشسته میبره صحبت میکنن که ما باید برای صلح کردن در غزه کمک برسونیم و کوشش تلاش کنیم. خود سیسی همین صحبت رو میکنه. بله. مصر 100 میلیون بالاتر اهالی داره و ده ها خارجی دیگه امروز در لب مرز مصر منتظره که یک غذا به مردم غزه رو برسونن. بله. و اجازه دادن میتونن و خودش اومده از ضرور جمعشتن، یعنی ظاهر پروری و نشان دادن و اینا نشان میدن که حمله کردن این کشورها یعنی بدتن و به خاطر است. ایران حمله کرد، اسرائیل، قطر حمله کرد، لبنان، سوریه را، هر کس اینا رو که شما اگر امروز نیاید به ما بوج نسپرید و اگر شما از این خطری که در شما از شما برای ما پول نتید، ما فردا شما را مثلا سوریه به خاک اکسون میکنیم. نه سر تا بردار یا مثل لبنان امروزه و 10 تا قسمت تقسیم میکنیم. بله. این هدفشون از یعنی گرفتنی مال ملک مردم مسلمان و ضعیف گردانیدن مردم مسلمان. و اگر نه همین سران کشور امروز یگان تا همین سران کشور، خود همین امیر قطر یگان ضرر دیگه از همین کار، فرزندش، همسرش، نبیرش، یگان نفر، هیچ نفر یگان به درآمدش قدر ضرر اومدگی است. نه پولش زیاد، مالش زیاد رفته است. یا که با رئیسای مثلا لبنان به هر یک به خودی همون رئیس جمهور چیزی نمیشه. خب اونها برای اونها چی فرق داره؟ مردم ضرر میبینن، مال مردم از دست میره. سرباز از بین رفته، سرباز مال مردم است دیگه. بله. مالکیت پلی مردم است، دارویی مردم. همین
سلمان تقریبا 300 میلیون سلاح خرید. این 300 میلیون پلیکی سوخی با هر سال میخرد سلمان، هر سال از امریکا میخرد. برای چی میخرد؟ وقتی که در گرد و اطراف کلا این مملکت ها همه دولت های مسلمان نشین هستند و هم عرب زبان هستند، میفهمید؟ مقابل کی جنگ کردن میخواهید شما؟ مقابل دولت یک با عرب زبان جنگ کردن میخواهید؟ از کی شما میترسید؟ میفهمید؟ این همش این بهانه است، یراق خریدن. فقط پول مردم از بودجه دولت گرفته به امریکا دادن است یا که به بریتانیا دادن است. همون یکی از کارهایی که یک کتاب خوندم که از سیاستمدارای معروف امریکایی که در سناتور بود قبلا، در همون کتابش بسیار یک چیزی حضور نوشته است که میگه که در گذشته فساد در همه اداره‌ها بود، عین حال فسادی که بیشتری همین کشورها میسیتونن از بودجه کشور، پرزیدنت ها، تنها توسط جنگ است. مثلا در یک جنگ میدوزن و از همونجا از بودجه پول خالی میکنن و اگر نه حاضر نگاه کنی هم قدر سلاحی گویا همونجا روان میکنن، همون رو روی کردگی نیستن، اصلا روی نمیکنن، بودجه رو خالی میکنن، پول میگیرن، هم از این طرف میگیرن هم از اون طرف میگیرن. لیکن یک چیزی که هست که بله درست قید کردی، پول اینها میدهن لیکن یراق روان نمیکنن، لیکن یک وعده هست، وعده در همون کرسی تو باقی میمونی، میفهمی؟ در برای همین در کرسی باقی مونده هم چیکار میکنن؟ بایگری ملت به این مثالی که به امریکا میدن یا به فرانسه میدن یا به بریتانیا میدن. همین گونه هم در تاجیکستان هم همین گونه است. برای در کرسی باقی ماندن بایگری تاجیکستان امروز چین میبرد، روسیه میبرد، چین میبرد، روسیه میبرد. این میگه که ما در وقت در روسیه قبلا همه تاجیکا در روسیه بودن، ما با یگان قرغیز، با یگان ازبک، با یگان قزاق پرابلم نداشتیم، مشکل نداشتیم. باز اومدیم در اروپا با یگان ایرانی، با یگان افغانی، با یگان پاکستانی ما پرابلم نداریم. میبینیم السلام علیکم هم میبینیم میگن رنگ رفیقته، در یک ساعت بعدش رفیق میشه. مشکل اساسی ما بین مردم نیست. من چی ضرر میبینم اگه قرغیز که من با قرغیز مرز داشته باشم؟ من چی ضرر میبینم اگه ازبکی با ازبک مرز داشته باشم؟ من چی ضرر میبینم اگه افغانستانی که با افغان مرز داشته باشم؟ چی ضرر میبینم که ایرانی شو همسیت دیگه است؟ این مرزها بین ما چی میکنن؟ بگذار خیلی حالا کشورها را ساختن به اسم فلان و فلان، ولی همین مرزهای ما عین حال چی دارم ما لازم؟ پس معین است که برای ما خط جوری کردن و خط قرمز کشیدن که ما ایو خط قرمز اونها پول بالاتر موندن نمیتونیم و اگر پول بالا مونیم با مثل سوریه، با مثل لبنان، با مثل یمن ما را به خود یکسان میکنن و باید از همون چارچوب نبرویم. همینه که ایران در گذشته 3 مرتبه فقط خواست همین پشت بردار زدنش، پشت بردار بزننش. شاه میخواست از زیر سلطه انگلیس برای برداشت، ایش میخواست از سال سلطه امریکا برای برداشتنش، ایش میخواست از زیر سلطه دیگرش برای مثلا ارز گرفتن انزواج بردن و زیر دست روسیه و دیگران رفته شده است. یعنی هر جایی که اگر میخوایی استقلال کامل به دست بیاری که بتوانی همون فرهنگ تا دین تا و ارزشات پیش ببری، تر قبول نمیکنن. یعنی در انزوای قرار میگیری که مثل کره شمالی امروزه این میبندنت، یگان جا رفتن نمیتونی، یگان کار کردن نمیتونی. بله درست. برای خاطر چارچوب یگانه مردم، یگانه امت، یگانه اون فرزندان جسوری که میتونن آینده این کشور رو بسازن، اونو پیاده کنن، وگرنه بله. باز من میخواستم که در مسئله که همین در عبدالستار پیر محمدزاده گفته گذاشتی از برای همین کی باید دفاع کند، باز میگویم که همین مردم تاجیکستان تا بیدار نشود، تا همون مشکلاتی یکدیگر را درک نکند، نه از عبدالستار پیر محمدزاده، نه از دلیر امام علی، نه از شاکر جان، نه از رخشانه و دیگر صدها نفرها یگان کس دفاع نمیکنه. امروز برای مردم از همه اولاتر بالاتر پول، مال و لگنبرداری. برای همین صاحب پول مال شدن مردم لگنبردار شده هستند. میفهمید؟ اگر که مردم در حقیقت
با شجاع میبودند، کمتر فکر میکردند، تفکر میکردند که فردا برای فرزندانشان چی میراث مانده ایستاده‌اند، همین عملها را نمیکردند. همین جوانهای این ملت، همین نویسندگان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، خادمان، طالب علمان در زندانها امروز نمیپوسیدند، امروز در آزادی بودند. امروز معارف اینقدر ضعیف است، در سطح پست‌ترین است در آسیای مرکزی. باید ما مثال برنامه‌های تعلیمی را کلاً دیگرگون کنیم. زبان دومی دولت روسی است، ما روسی را نمیدونیم. بچه‌های ما زبان دولتی تاجیکستان، زبان یکمی دولتی تاجیکی است. بچه‌ها مکتب تمام میکنن، تاجیکی را خوب نمیدونن. یک جمله نوشته نمیدونن. بله، ما مسلمان میگوییم از قرآن درس گرفتن ممنون است، ممکن نیست. بجایی که برای مردم قرآن هدیه کرد، امروز شاهنامه هدیه میکند به میلیون ها دلار. شجاعت از شاهنامه نمیگیری، مردی نوترسی شجاعت از قرآن میگیری. لیکن حکومت این چیز چیکار نمیکند؟ پیاده نمیکند. برای که وقتی که مردم قرآن خوان شود، چی؟ فقط از خداوند ترس در پیش خداوند میبیند یا میدوند. و مقابل این ظلمی که از در تاجیکستان مردم میخیزد و از حق خودش دفاع میکردگی میشود. فقط چی است؟ ما 4000 سال تاریخ داشتیم، 5000 سال تاریخ داشتیم، لیکن داشتیم امروز شجاعت نداریم. امروز از حق یکدیگر دفاع کرده نمیتوانیم، حتی سخن حق گفته نمیتوانیم. داشتیم، لیکن امروز چی داریم؟ دیروز هم اگر یک چی داشته باشی در شکمت بخوری و امروز در خونه نداشته باشی، به همه دیروزه داشتن امروز میمری گشنگی. بله، گویا که من پیش مثالی که گوشت بریان میخوردم، گفتن ها امروز چی میخوری؟ نان خوک یا که هیچ چیز؟ یا حرکت کن که با صاحب گوشت بریان شو، با حرکت کن که صاحب قوت شو، صاحب قدرت شو. لیکن میرویم چی است؟ با گفتی چه خیلی که گفتی مشکلات در روسیه 3 میلیون تاجیک است. یک تاش اگر پولش نتیم، همون آن کیمچی نامش چی بود، یک چیچن، به همون مراجعت میکنم، میبراین زلیم خان برات پامگی میگه. فهمیدی؟ شما 3 میلیون هست تاجیکو. هر یک پهلوانی تاجیک است که در روسیه اگر که متحد شود، یگان کس یک تاجیک کو برای مزد مهنت ندادن کو 100 بار فکر میکند. لیکن پهلوان ها هم برای چی نمیبراین؟ برای حمایه تاجیکو، مردم تاجیکستان، برای اون که حکومت این مردم پرتافته است. در پشت مردم حکومت نیست، حکومت اینها را دفاع نمیکند، اینها را حکومت حمایه نمیکند. اون چیزی که نوتایی که ازبکستان برای تحقیر شهروندش یا که مثالی گپ دولتش یک مثالی گپ ملتگرا کرده است، این گونه نقطه ها هر سال ازبکستان میکند. میفهمید؟ هر سال میکند. ازبکستان از 30 میلیون نفوذش زیاد است. در نیم ساله 1 میلیون، تقریبا 1,200,000 ازبک ها، ازبکستانی ها وارد روسیه شدند. تاجیکستان 10 میلیون نفوذ دارد، 3 برابر کم، تقریبا 800,000 وارد شده است وارد روسیه. نگاه کن فرقیت چند قدر. باید که تو اگر که نگاه کنید که اگر دیسبالانس اگر که چی باشد، باید که 300,000 تاجیک ها وارد روسیه می شدند، نه اینکه 800,000. امروز دیگر جای کاری الटरनेटिव برای مردم نیست. مردم مجبور هستند. مردم تروریست گفته میکشد، مردم دارو فروش، نارکوتیک فروش گفته 5 گرم 10 گرم پرتافته 10 سال و 15 سال زندان میکنند. دوست گفته آدم کش، قاتل گفته تهمت میکنند.
بعدی کروکوس چندین جوانهای تاجیک با جرم تروریسم گرفتن زندان کردن در روسیه، چندینشون رو کشتن. یک بار حکومت نوت بیان نکرد، یک بار حکومت در این مسئله گپ نزد. وقتی که میپرسن در همون نفرهایی که تو گفتی، نفرهایی که امروز در صف قواهای مسلح روسیه جنگ میکنند مقابل مردم اوکراین، حساباتی همون تاجیک ها رو میگه که ما نداریم. میفهمی؟ لیکن وقتی که در سوریه جنگ بود، همون نفرهایی که رفته بودن همشون حساباتشون داشتن کو. برای چی در اون وقت شما داشتید امروز شما ندارید؟ امروز هزارها هزار فرزندان این ملت در خاک اوکراین مردن، پوسیدن، نابود شدن. من نفرها را شنیدم که سال از سال زیاد شده است که امروز نه خط است نه خبر است. میفهمی؟ همین تاجیک ها جنگ رفتن، نه مردهش معلوم است نه زندهش. از یک سال زیاد شدگی است که با خویشاوندانش، پدر و مادرش، برادرانش به تماس نبرآمده است. این حالت ما است. از برای همین وقتی که اگر که همین ملت، همین گونه نفرهای شیرمردان این ملت مانند دلیر، مانند عبدالستار، مانند دیگر صدها طالب علم هایی که علم آموختند 10 ساله ها برای همین مردم درجه علم نوکیشون بلند کردن، حرکت کردن، خواستند که یک چیز را آموزن به همین مردم رسانند، امروز در پشت زندان ها هست، هیچ که از اونها دفاع نمی کند. فردا ما چه خیل جامعه را انتظار هستیم، جامعه پیشرفت میخواهیم، لیکن نمیخواهیم که مردم آزاد باشند، مردم سخن حق گویند، مردم روند به همه دولت ها آموزند. مردم از هر طرف محدود کردن، مردم زندان کردن، هر نفری که سخن حق میگوید او را تروریست گفتن، اکستریمیست گفتن. از برای همین این چیز تا وقتی که مردم بیدار نشود، مردم غمخوار یکدیگر نباشد، این مردم به غلام های روس تبدیل می‌یابد و به غلام های دیگر دولت ها، چینی ها فردا این مردم را غلام میکنند. از برای همین مردم باید حرکت کنند. بعدین انشاءالله که الله نصرت به این مردم میدهد، از این غلامی چیکار میکنند؟ سر میبردارند و به یک گویم که یک مرتبه های بلند آمده میرسند. همین گفتنی بودم. انشاءالله مثل گفته همون نجات پرستی روس، غلام روسا نشوید. شما غلام روس بله در چشم در قلب بیشترشون اگر نباشد، در چشم بیشتر، آخه در زبانی بیشترشون نباشد، در قلب و فکری هر یک روس تقریبا حدودا اگر بگیم در 90% اون مردم در چهره من و تو همین غلام رو میبینن و اگر بخوای نخوای میبینن و اگر چه اون رو بیان ندارن و اون رو میبینن و این چنین هست. در یک کشور خارجی پسترین کارا و بدترین الفاظ انجام میدی و بدترین تاخیر میشنوید، شکی نیست. سلامت باشه برادر. همون حالت هم کو نگاه کن که همین میگه که تو میگه غلام روس هستی میگه. فهمیدی؟ همون جواب میتواند که جواب دهد، یک موش زند. فهمیدی؟ نمیزند. برای چی؟ برای اون که پشتیبان ندارد. فهمیدی؟ پشتیبان ندارد. اگر میدانست که دولتش از وی حمایت میکند، میبرآمد همون در روش کو یک موش میزد. همین گونه حالت هزارها هزار مردمی تاجیکستان است، هزارها هزار مردمی ازبکستان است. برای که ما پشتیبان نداریم. دولت از پشت اهالیش یا که خلقش حمایت نمی کند، خلقش پشتیبانی نمی کند. از برای همین در همین روز گرفتار شدگی هستیم. متاسفانه. بارک الله فیک. تشکر برادر عبدالله. زنده و سلامت باشه. امیدوارم که بازم ان شاء الله. خب بارک الله فیک. برادران و خواهران عزیز گرامی قدر، واقعا چیزایی که برادر عبدالله ذکر کردن من کمی الهه کردم و واقعا چیزایی بود که در برنامه باید جای می داشت و باید گفته میشد و از دیگه برادران تشکر میکنیم در کامنتار زیاد نوشتن و لایک گذاشتن، پدیلیت کردن که نشر کردن برنامه ما رو.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما هستید و کوشش میکنید، تلاش میکنید در کنار ما با هم مبارزه را پیش ببریم. امیدوارم که در برنامه بعدی پیوست میشین، فکر نظر خودتون رو بیان میدارین و کوشش میکنیم که با هم با یکدیگر یک امید میبخشیم که آینده تاجیکستان نیک است و پیشرفت خواهد کرد و به این طریق ما بتوانیم پیش بریم و مبارزه را پیش بریم. و اگر امیدها از بین برود و اگر آرزوها از بین برود، مطمئن باشید که دیگر آینده برای من در پیش نیست و ما هر روز صفمون کمتر می شوند، بهترهامون از بین می روند و همون بدترها باقی میمونند که آینده به نابودی و از بین رفتن میاد میرسد. دیگر وقت شما را طولانی نمیگیرم. این برنامه 39 قدرت و حقیقت بود و من طول 1 ساعت و تقریبا 40 دقیقه می شود در پخش مستقیم با شما قرار دارم. عبیدالله سیدی و امیدوارم که از روند برنامه لذت بردید و ما را هم کمک کردید که ما از صحبت و با شما بودن لذت برده باشید. دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را در امانش حفظ کند و تا برنامه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.